милая, под восточным солнцем добрая душа. Ты с судьбой играл в решку и орла. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве, а для внуков деда Боря лучший дед. С гордостью он мудрый, им дает совет. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения, без давления, с днем рождения. پدر ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دلدار. برای راحتی روحم به سرداری شوق کن. پناه با زبان تو مرا امید و دلگرمی. رحمان مهری آثاری در این دنیای بیرحمی. با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی. با چشمم جلوه پرنوری یزدانی. پدر جان معنی زیبای انسانی. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب.
پدر ساحل پدر دریا پدر چون گوهر کمیاب پدر باران پدر طوفان پدر سر به سر دربار پدر با بندگی دریا بابا درشن تو زمین تفریق میکنه ای پدر جان خاک پایت نشم استاد ای بزرگوارم نامبردارم پاک رفتارم پدر قبلگاهی خاندانم کعبه دیوارم پدر شبانگاهان که می آیی گه سرد است دستانت ولی گرم است جمع ما کنار پدری من دسترامون صبح سلامت کردن داده دویما شکر خدا کن تو اگر داری پدر خاک پایش تو تیا کن تو اگر داری پدر. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی شبکه شهنان. امروز جمعه تبریکاتی شهنان در دهه آهلی در خانواده یکی از آن پرفیض‌ترین نمونوی ترین دهه در خانواده مراد خلمک مهمان هستیم. امروز در جشن زادروزشان مراد خلمک را و البته اسکندر که نبره خاندان است تبریک میگویم از نام فرزندان، از نام زرنگ زایتی، مهرنگ زایتی، مهرابکه، کامیل آیتی و فرزان آیتی که در مسافرت هستند، از نام دامادها این لحظه های خرسندی را همراهی شمایان به هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدران، مادران مهربان، همه شمایان را با خانواده عمک جان عزیزی ما، با خانواده عمه نازنینی که پنجه‌شان پر از هنر است، با خانواده مراد خلمک، با خانواده فضیلت عمه خوش آمدیتان، نور دیده تاج بر سر میخونیم. حاضر باشد برای ما لازم هستند مراد خل بابا، همراهی فضیلت عمه و البته اسکندر جان. همه‌شان را به نزد ما تکلیف میکنیم. السلام علیکم. مرحبا، خیلی خوشی آمد هستم. خیلی نزدیک. خلمک زاد روز مبارک. روزی تولد رو مبارک باد میگویم. از نام کی آمدیم تبریک کنیم؟ خیلی دیلتان با کی آمد یکم؟ پسرم بوداییست، دخترها بوداییستن، کلم بوداییستن، همین ها دیگه که بکنم کمترم بخطی بوداییستی میبارم. اخیرش با آمدن ناماسان از نام فضیلت عمه از همه پیش تبریک میگویم. چون گفتم با قبلگاه فرزندان من، صاحب خاندان من، بابا جان شیرین نبیره ها پشت و پناه ما زادروز دارد. گفتم مجانی از دیمم ما زنگ زدن انا همین روز بیگاه همه خیش و تبار همه انسان های بدید نزدیک در خاندان ما جمع می شود و آمده انا همون روز مراد خلمک رو تبریک میکنیم. گفتم چند ساله شدن؟ گفتن حالا یاش هستن. ساله شدن رو نپرس، حالی یاش، حالی جوان. بگذار انامین جوانی صحت سلامتی شما را ترک نسازد. امروز باشد شما را از نام تمام فرزندان با راهبری فضیلت عمه، از نام زرنگ زایتی، مهرنگ زایتی، از نام مهرابکه، کامیل آیتی، از مسافرت از نام کلید پاشا، فرزان آیتی، از نام دامادها، نبیره های شیرین شما را تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت گردید. و همراهی فرزندان صحبت کردیم، گفتن برای پدر مادرم هزار رحمت. ما یگان فرزند هم خیلی نبودگیست که به چشم پدر مادر نگاه کرده من شما را نقص میبینم، من شما را دوست میدارم گفته نمیتونستگیست. لیکن در قلب ما هم خیلی است که ما به آنها نبودن زندگی را تصور کرده نمیتوانیم. همیشه باشند و باشند. چون گفتن که ما 4 فرزند را از خردی با مهنت های حلالشان بابایی رساندند. پدرم مادرم اگر یگان طعام با لذت و میلی پزن اگر پدرم باشن در اطرافشان پروانه شده یاری میدهند.
با یک مهر و محبتشان انا همین ما فرزندان رو با وای رساندند. همیشه صحت سلامت گردند. دمی پیری به دولت پیری را دیده در سر ما حاجیانا و حاجی بابا شده 120 ساله شده گردند. زادروزشان مبارک باشد. و از مسافرت از همین دختر که در مسافرت هستند، از همین کلید پاشا که در مسافرت هستند، شما به هزار رحمت میگویند. البته حاضر تا آمدن فرزانایتی زنگ زدن، تلفن کردن، گفتم که من 14 سال شد همین خاندان با عروس شده آمدم، گفتم فکر کردم، لیکن انا همون 14 سال است که من همین خاندان با دختر هستم. ما 4 سال باشد هم در مسافرت 10 سال همراه زندگی کردیم. یگان مرتبه با نظری کلین ما به نگاه نکردند. همچون دختر ارکه میکردن، همچون دختر ما با مهر میدادند. حاضر باشد پدرم مادرم، من خوشبخت هستم که دو پدر و دو مادر دارم. آنها برای فرزندان من مهر میدهند. بیجان من باشد برای فرزندانم تعلیم و تربیه میدهند. از خوانش هایشان باخبر هستند. هزار رحمت. همیشه صحت سلامت گردند. برای ما بخت و تخت و دولت است. از نام تمام فرزندان عزیز، از نام دختران، از نام مهربکه، از نام کلید پاشا، دامادها برایتان مراد کلامک میگوییم چشمه هایی از محبت نورشرار دارد پدر. سینه مانند آتش شعله‌ور دارد پدر. با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهانی دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بهر اقبال و سعادت در نبرد زندگی از سر جان عزیز خود گذر دارد پدر. در بنای خاندان بر شخصتون مانند همه روزگاری هستی ما را بسر دارد پدر. حضرت من امروز در خاندانتان روزی خرسندی، جشن زادروزی شخصتون خاندان، جشن زادروزی محبت شما که من قریب 2 سال باز در این خاندان آمدن نوار میگیریم، ویدیو میگیریم. از آن لحظه ها من خرسند هستم که این خیلی عائله های پرفیض، این خیلی عائله های نمونوی در دهه ما هستند. همیشه صحت سلامت باشید. حضور و حلاوتی نبیره ها را دیده گردید. هر یکی آنها را توی کرده در تویشان سروبر شده هر دویتان نمی پیری و دولتی پیری را بینند. از همین فرزندان هزار رحمت میگوییم. از مسافرت سلام های گرم جوشان فرزندان را برای شمایان برسانیم. همیشه دعاگوی فرزندان باشید که هر آن مسافری که در مسافرت میگردد پیش پای پا خیردم که برای با دعای اینه که شمایان سربالا شده میگردند. امروز روز خرسندی مبارک باشد. همیشه صحت سلامت باشید. امروز باشد برای مراد خلامک از طرف خداوند کریم از همه تحفه بی‌بهاترین که در جشن زادروزشان اسکندر جان تولد شده بوده است. اسکندر زادروزش مبارک. همیشه صحت سلامت باش. البته انا همون تربیه نیکی بابای آنا جان را میگیریم و با دعاهایشان، با تربیه علم و فرهنگشان یک فرزندی اصیل دهشت بابای میرسیم. خدا خواهد مکتب ها را مانند امروز که باباهای اعلی میخوانیم تا آخر باباهای اعلی خواندن، صاحب دیپلم سرخ شده، صاحب مدال طلایی شده. البته به دانشگاه های دولتی در آید. آنا جان و بابا جان چی نیت دارند از پیشتن جامعه عمل پیشه. از نام دادا جان، از مسافرت، از نام بی جانتان، از نام اما جان هایتان شما یک تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت گردید. بخواهم آسمان ماند برآید، زمانی گلفشان ماند برآید. بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برآید. صادروز مبارک، روز تولد را مبارکباد میگویم. البته حضرت ما اکنون باید یک تا خوشرک خودتان تبریک کنید پیش از همه سلطان قلبتان را. بعد از آن نبیره شیرین را مرحمت. السلام علیکم. کلی در اینجا نشستگان خوش آمده. به سبب نمیگویم که حولی پدر بوی مادر میکند، بوی خواهر بوی برادر میکند. نمیجا شتگی آیتیملو هم، مکاملو هم، افسنون دادر و سام همه مهمونا حولی پدراشو و مهمون شدگیاشو و درگاه خداوند و شکرهای بی عدد و بی حساب. من امروز بابا جانی نویره ها زادروز دارم. صدقاً از صمیم دل مبارکباد میگویم. همه وقت صحت و سلامت و سربلند باشند.
دعاگویی نبیره ها شده گردن. اسکندر جان، من از اسکندر جان امیدهای کلان دارم در آینده خدا خواهد عالمی بزرگ نشود، شخصی نامدار هم نشود، یک آدمی به سلاله ابلاغ‌الباباها مناسب فرزند شود. مکتب ها را خیلی که حاضر فقط با بهای 5 میخواند، با آن همین بهاها تمام کند، صاحب یک کسب و کار شود، عسکر شود، حمایتچی خواهر و مادر شود. حسین جان، تو هم رحمتی کلام کشایش کارکاتت گردن امروز خورسندی ما و خورسندی زن کردی که جای باشی، صحت باش، سربلند باش، در جاده معارف سبزار هستی، مرتبهات از این هم بلند شود. خوش آمدید مهمانان عزیز. رحمت یک تا خرسک زنه برای امروزه تا بگیرش نما و البته راکلمه اجزام فرزندان برای هر دویتان خدا کند که همین سال 2024 سالی نکو باشد، همه با آرزوهای خود رسم ما علمی خاندان ما آمدن. حضرت من از زیارت کعبه الله آمدیم با ساعت 2 شب با ما آمده تیاری بینیم، شما پیشواز گیریم، حاجیانه گویم از آن روز حاجی عمه شوید برای ما، حاج بابا که دمی پیری و دولت پیری را دیده البته زیارت کعبه الله نصیب کنند. با چنین نیت ها در این دنیا اصلا کتابی قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است پیشکش میکنیم. زادروز مبارک، تحفه های ارزنده را مبارک باد میگیم. مرحبا. قدر ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دلدار، خدا خود نمیخوام برای راحتی روحم به سرداری شوق کن، پناهی با زبان تو مبارک باشد. و البته در اینجا یک عکس زیباست که یکی از آن سوره های بهترین قرآن کریم را آماده کردند. آویزان را زیب این خاندان پرفیض باشد. مرحمت قبول کنید. مراد کلامک زادروز مبارک باشد. مرحمت کنید. و البته در اینجا یک پرتریتی زیباست، پرتریتی امروزه صاحب جشن‌های ما در نزد مهمانان یک جای می‌کشیم. مرحمت پرتریت رو پیشکش می‌کنیم. زادروز مبارک. لیلی و مجنون حاضره ما. و البته برای امروزه صاحب جشن ما، برای پدر عزیز، برای مراد کلامک در اینجا باز یک تحفه ها هست. این لحظه های خرسندی ما را بعد از چند لحظه ها تماشا کنند و لایک زیر کردن از خاطر نباید. تلفن برای شما آماده کرده. مرحبا قبول کنید. زادروز مبارک باشد. مرحبا. این برای شما البته از همین فرزندان قبول کنید. البته مبارک باشد. در روزهای نیک استفاده بردن نصیب کند. Что лет вылились, мама, без них сделал ты не мала, и
تبریک آنلاین رو میشنویم از مسافرت زرنگ زویتیا شرکت تبریک میکنن پدر عزیز رو. السلام علیکم، مرحبا. السلام علیکم. ای بزرگوارم، نامبردارم، پاک رفتارم پدر، قبلگاهی خاندانم، کعبه دیوارم پدر، زندگی دارد ما را هر لحظه امتحان، در بلند و پستی ها تو نامبردارم پدر. پدر جان عزیز و بزرگوارم، جشن مولودتان مبارک باد، برایتان تن صحت، عمر دراز خواهانم، پدر مهربانم، خوبم. از زحمتی که در این سالها کشیده سپاسگزارم. امیدوارم سالبان سری ما فرزندان نبیره‌های عشق باشه، غم و درد و دنیا را نبینه. قوت و درمانتان را از خداوند طلبگارم. ای ستون خاندانم، قلب و دولتم، پدرم زادروزتان مبارک باشد. مادر پدر سپه دانه دویدیم ببخشید، برداد شما گاه نرسیدیم ببخشید. آه گشنه و تشنه بچه ها ما گفتن، ما روی شما را سر ندیدیم ببخشید. باز یک بار دیگر زادروز مبارک پدر جان عزیز. رحمت تشکر میگویم، سلامت باشید. در مسافرت میگرده دعای نیکی پدر مادر شما را همیشه سایبان هستند. تشکر، مرحبا. معلمه مرحبا. و البته برای اسکندر ما، برای پهلوان خاندان، اعضای پدرشان، اعضای مادرشان که برای دانش‌های اعلا در مکتب باباهای اعلا خواندنشان در اینجا پلی استیشن دارند، برای امشبه اسکندر جان از نام مهرابکه از نام فرزند آمیتی مرحبا قبول کنید. و البته ساعتی دستی برایشان اسکندر قبول کنید. زادروز مبارک باشد. زادروز مبارک. ماهروی بانو بابا جان عزیز را و دادری خود را تبریک میگویند. مرحبا. السلام علیکم مهمانان گرامی. لطف فرمایید که من از نام خودم و از نام مادر جانم و پدر جانم بابا جانم را اوکا جانم را تبریک میکنم. بابا جان صد بدره سری مام و سری نوراتون بسم سلامت کرده. رحمت تشکر میگیم. تا اگر کارد و تارت ها تیار باشد پیشکش میکنیم یک جای فضیلت شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. بگذار با این خانوادگی پروفایزتان چشم نرسد، از چشمهای بد دور باشد و این عائله نمونوی همیشه نمونوی شده گردد. مرحمت شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. زادروز مبارک باشد. ببین مرحمت. فضیلت هم با ما یک جای شیرینی را میبریم. دارید برافتون بابا. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. تشکر. حاضر در اینجا چوشی نکنید. نبیره ها مهمانان هم شما تبریک میکنند. از نام نبیره ها باشد داستان سروش شادروز میخواهم بابا جان را تبریک گویم. مرحبا مرحبا.
مرحبا نزدیکتر میستیم به نزد اسکندر تبریک میکنیم. دائما شکری خدا کن تو اگر داری پدر بهرهگیر از هر سخنهای فرهنگیز او نزدیکای سجده کن تو اگر داری پدر تا توانی حرمتش بر جا گذار در زندگی بعد مرگش هم دعا کن تو اگر داری پدر. السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز با زادروزی بابام تبریک و مبارکباد مینمایم. در سر ایمان صبح سلامت عمری دراز گردم. جان یک سال 20 داره تبریک میکنم. مراد بابا درشنتون کردی تبریک میکنم. ای پدر جان خاکی پایت میشم وقتی پیری من عصایت میشم در همه دار و ندار و زندگی روی اولی کشی پایت میشم. رحمت اسکندر مرحبا. سلام عزیز. السلام علیکم. سلام علیکم مهمانان عزیز. من از این فرصت استفاده برده بابا جانم را با زادروزشان تبریک مینمایم. بابا جان الهی صد به طور سن محمد ساخت سلامت کرده چه توسط جامعه عمل شود. من السلام علیکم مهمانان عزیز. من از این فرصت استفاده برده بابا جانم را تبریک و مبارکباد میکنم. سر محمد ساخت کرده آنم کپی پیشه. رحمت تشکر و از نام خواهران سرور این خانواده سرور اولاد هم انسانی نیک مرحبا دکتر شرکت تبریک کنیم. جوش تگیتون با حضرت مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز روزی زادروزی دارم و نبیرش اسکندر خودش. من از این فرصت استفاده کرده هر اینها را تبریک تهنیت ها میگم و میخواهم که دائما سربلند باشند، دائما به کارشان به خواندنشان موفقیت های کلان آرزو می‌کنم. برادر شیرین اصلی سعد بدرو من بلبلم و حال دوست می‌دارم. سه برگه و لالزار دوست می‌دارم. سه برگه و لالزار در باغ آبلاق البابا. من بلبلم و شما را دوست می‌دارم. هر لحظه این کاش جوانی باشد. عمری که شما داره جاودانی باشد. گردد روی سیاهتان سفید تا آخر عمر همینقدر مهربانی باشد. رحمت تشکر. غالبا مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز، برادران خواهران عزیز. من از این فرصت استفاده برده برادر عزیزم را با این روزی زادروزشان تبریک میگویم و برادرم اول صحت و سلامتی، عمری دراز، رزق فراز، همه وقت باینگه بودم که ما حتی دوگانه هم بودیم. صحت و سلامت، عمر دراز بینن، خوشک پیر شده پیری به دولت شود. هیچ وقت غم و روزای بده نبینه. همه وقت ساخت سلامت باشه، خوشک پیر شده. از نام خود از نام تمکین بابا اوسان خاندان پیرین خاندان که همیشه در آثار خورسنده یک جای نزدیک هستم بیاید اکنون. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی، خوش اومدید در پای اوسانم به خواهرم اویتی جانم. برای من اویتی تو در اسم تبریک میکنم. سر بداره پیر و بدولت شوی، اوسان کدی خوش پیر شوی، زوری نیوره چهره بینه، واجی آمه واجی بو شوی. الهی
رحمت از نام فرزندان مهربانه و کمیلایتی تکلیف میکنیم. مرحمت کمیلایتی باید خودتون از نام همه تبریک کنید. مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی، خوش آمدید به درگاه پدر مادر من. الهی پدر من دسترامون صاف سلامت گردند اگر خوش پیر شود. من هم که خدا کچ قوت داد، من هم که استانی و کدم بیم دادم همه وقت پشتی همین هستیان. یک بار میگم که یک دخترم بیا منو پایپاق مشو منو حفظت مکن نمیگم. الهی من این بعد هم خدا هم کچ قوتی ایو همه وقت هم خیلی گردم. هیچ کس من محتاج نکنه شما. چی نیتی ناز دارن همش برسن. رحمت سلامت باشن. خدا ها مرحمت. السلام علیکم مهمانای عزیز. همگی خوش آمدید. الهی مرادکم 100 ساله شوم، آیتین کتی خوشبیر شوم. من این آیتین کتی هم خدا هم آیتین بارین آیتیتون بارین ناز میبینم شما. هم وقت سری بچه کشم و سری نیوارو به ساق باشن سلامت باشن. برای خیلی نقشم هم وقت ساق سلامت باشن. الهی اسکندر جانم کلون شود. مراد مقصد کش و رسالی مقطعی عالی به دنیای الی خدمت میکردگی فرزند شود. خطر مردم آرزو میکردگی فرزند شود بچم. الهی هم وقت روزای فرسندی و یورتکای مسافر و گشتگی فرزنده کنم ساق سلامت بیا هم یکمون شینه. الهی 100 برای خوش پیر شود. الهی رحمت تشکر. در آینده شهر فوزی باز یک خواهرشون آمدن. البته ابوالقلا و نادره خاله. مرحمت. اینا خاکشان هستند یا؟ السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید به درگاه برادری عزیزی من امروز روزی زادروزی برادری من، روزی زادروزی نبیره اسکندر جان. من به هر اینها به همه اینها عمر دراز صحت سلامتی میخواهم. من میخواهم که اینها در دلشان چی نیاز دارن نیتشان برسند. مادر کلام اسکندر جان گفت که نخواندم وای نکندم آدمی نخشود. اگر بهای اخلاق خواندگی باشد البته خواند صاحب علم و فن شود. چی نیت دارد نیتش برسد. کمیان هم سلامت گردم. باید رحمتی کلام برای کارهای تشکیل کرده شد. برانگیز باید آدم باشد رحمتی کلام. داریم چی نیت داره تو نیتتون برسه کنم 100 بداره تو. رحمت و اکنون نبیره ها فرهناز فرنگیز ملیکه تنی شما تبریک میکردگی باشند. مرحمت تکلیف میکنیم یک جای نیت های نظر رو برایشون میرسانیم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. من بابا جانم را با این روزی زادروزشان با این روزی خورسندیشان تبریک میکنم. همه وقت دستری ما هم نبیره و صاف سلامت کرده. دعاگوی ما هم شده کرده. آنم که یک جویه. السلام علیکم مهمانان گرامی، میزبانان عزیز. من از این فرصت استفاده برده بابا جانم را با این زادروزشان تبریک و مبارکباد نمودم. عمری دراز مثل فراز با آنا جانم الها خوشبیر شوند. در سری مایان نیبرگو فرزندانشان صحت سلامت گردند. رحمت تشکر. البته ما باشد نبات رو برعکس میدهیم. یک جای برآمده میرقصیم خورسندی میکنیم. البته بزم امروزه را به نوار گرفته و به کتاب کلانترین شهنان مهر میسازیم. 120 ساله شده در سری فرزندان سایبان باشید. زادروز مبارک. مرحمت سرودها برای شمایان میرقصیم خورسندی میکنیم. خوش آمدید بگیم. مرحمت. شکل کنید.
بیسو شب من تاریکه با من باشه عشقا دنیا رومانتیکه یه یاد تو هر شب آسومی ندیسم جای تو خبر خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا پسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا پسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من شب من تاریکه با من باشه عشقا دنیا رومانتیکه یه یاد تو هر شب آسوبی ندیسم شب و بیا پسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا پسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من اومدی تو دنیای من به تو عادت کردم رفتی در پیش خدا از تو شکایت کردم دستش تو دفترم از شب تو را میخوند تو من بالا میگفتی که بها میمونم جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا بسته‌ی رویت من گوشه‌ی رویت من سر سیگار عاشقی رویت من بسته‌ی رویت من گوشه‌ی رویت من سر سیگار یکی از آن استاد صنعتکاری ما استادی ما صنعتکاران یکی از آن پیران صنعت میخواستیم نیت‌های نظم نیت رو برای خدا شنویم مرحبا مراد با این سالی تورک 64 این سالی از پیغمبر 1 سال زیاد اینویم خدا خلاقتی همراه پیر شوه خوشه عمری دراز بینی خودسند باشه حضوری نواره چواره بینی اگر توی تماشا خودسنده رو بینی تو است که دل به دست آور که حج اکبر است یک دل به دست آوردن از 100 حج اکبر بهتر است این دلیو باشه دل همه دوستای این پیش تبارهای دل خواهر و دادارای یوبه همه وقت همین اولاد کتی جمع باشه همه دوستا کتی رتبایی که با هم باشه فقط سلامتی شما عمری دراز این بزرگ فرزند رو برای چخه بینید نه مرحمت همسی بطور میگه محمد اکرم مراد جورا اکنون ساق سلامت باش گفته حضرت با هم 64 این یک
عمری و خدا داگیش 100 ساله شو بعد پیر شد صاحب باش از بابای با منش اگر بابای با منش اگر فقط روزای نازدن اکاو کوشنه دوستاشنه روزای خرسنده شما گم با صاحب باش سلامت باش خزلانه که دیاکاتو کوچه با اینم پیرتر شوه روزای نازدن من من شیر هاد من شیر من گفتاست که عمر اگر خوش گذرد زندگی خیلی کم است ورنه خوش گذرد نیمی نفس بسیار است یکی زندگی خوش بیرد و زندگی خوش گذرد زندگی خوش با دوستان و نزدیکان خوشتر است و خوشبختتر است. ما باشد همراهی خویش و تمران یک جای رسم میگیریم. این لحظه را با تاریخ مهر میسازیم. اکنون همراهی پدران یکم آغاز کنیم، بعد از آن همراهی مادران یک جای عکس ها میگیریم و این لحظه ها را با تاریخ مهر میسازیم. مرحبا. زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. عزیزان میگویند دلی کسی را شاد کردن و زیارت کعبه الله برابر است که ما چندین بار تکرار میکنیم برای شمایان. امروز مراد خلمک را در جشن زادروزشان، اسکندر جان را در جشن زادروزش تبریک کردیم. این لحظه های خرسند شادیانه را همراهی شما و هم دیدیم. در روزهای نزدیک باشد باز در این خاندان مهمان شده همراهی بانوی پرهنر دهه اهالی که ما، همراهی عمجان عزیزم، البته فضیلت عمه، باز یک تعام ملی را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید، با شبکه شهنان البته پیگیری کنید، دستگیری کنید. رحمت، سلامت باشید، روزای ناز و بیو.